خیلی متشکرم آقای دکتر. خب خدمتتون عرض کنم که سخنران اول امروز ما آقای دکتر عطا کالیراد، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زیستی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM هستند که فکر می‌کنم الان برای استفاده از یک فرصت مطالعاتی یا اگه خودشون دوست داشتن توضیح بدن در آلمان به سر میبرند. ایشون ویراستار این ترجمه جدید کتاب منشأ گونه‌ها هستند که آقای رئیس بهرامی انجام دادن و اونم اگر به ما بگن که اون ویراستاری در چه حال یک خبری از اون به ما بدن خیلی خوشحال میشیم. من فکر میکنم که میتونیم زودتر شروع کنیم، مشکلی نیست، از وقت بیشتر میتونن استفاده کنن آقای دکتر کالیراد. دیگه خودشون حتما وارد هستن، اینا فایلشون رو میتونن فعال کنن و من میکروفون میسپارم به ایشون. سلام برای شما. جناب مرصادقی، صدای بنده رو میشنوید؟ صدای من اگه به گوش میرسه ممنونشم برام بگید. بله صدای شما رو داریم. بفهم. با ممنون از جناب معمار صادقی به خاطر زحمتایی که میشن. دوست عزیزم دکتر نادردو که متاسفانه به دلیل مسائل در دنیاگیری فعلی مدت هاست که ایشون ندیدن. خیلی در واقع آخر ملاقات ما فکرم 1 سالی شاید ازش بگذره. امروز در خوشحالم که بالاخره بعد از بار سومی که روز در جهانی داروین رو ما هم به مناسبتش برنامه داریم. خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور داشته باشم و مسئله‌ای که در واقع موضوع صحبت من هست تکامل خود در واقع On the Origin of Species کتاب داروین هست. حتی از منظر کسی که در واقع به هیچ وجه به عنوان متخصص متون علمی بهش نمیپردازم، چون تخصص همین نیست. حوزه کاریم پژوهش در زمینه تکامل هست. برای همین صرفا از نظر پژوهشگر و علم‌ورزی که علاقه‌مند هست به این کتاب، به خاطر اینکه در حوزه تکامل اثر خیلی شگرفی داشته، به این در واقع تغییرات این کتاب میپردازن و از این نظر شاید یه سری کمیکاسی داشته باشه. همونطور که میدونید غالبا شما کتاب On the Origin رو نمونه هایی انوتیتدش و نمونه هایی که در واقع چاپ میشن و با در دسترس هستن غالبا در واقع به ویراست اول میپردازن یا در واقع به 3 ویراست اول. به ویراست اول که 1859 هست، 1860 و نهایتاً ویراست ششم که 1872 هست. و ویراست آخر غالبا لااقل تو حوزه پژوهشی ما غالبا کسی سراغ این ویراست‌های متأخرتر نمیره و برای من همیشه سوال بود که چرا اینقدر کیفیت منشأ گونه‌ها در طول بین این چند چاپ اینقدر پایین رفته که دیگه کسی که در حوزه تکامل کار میکنن چندان متن‌های ویراست پنجم ششم رو در واقع بهش رجوع نمیکنن. و علت چی هست؟ یک در واقع توی یک کمبریج انسایکلوپدی اف داروین اند اِوولوشن ثات که کتاب بسیار جالبی هست، یکی از بخشاش در واقع مقاله‌ای هست تحت عنوان The Evolution of the Origin، یعنی عملاً در واقع همین موضوع می‌پردازه و یه مسئله‌ای که هست میزان تغییراتی هست که کتاب رخ داده. تغییراتی که بین ویراست اول و دوم رخ داده در واقع خیلی زیاد نیستن، ولی شما تو ویراست چهارم و پنجم به شدت تغییرات اساسی درش ایجاد میشه و سوال اینجاست که این تغییرات از چه نوعی هستن و حتی پرداختن به همه این تغییرات و ماهیت همشون خیلی
وقتی خواهد بود و برخی تغییرات با من تغییرات چندان عجیب غریبی نیستن. ویراست اول و دوم صرفاً یه مسئله اونجوری به نظر واسه چاپشون که صرفاً چند هفته با هم فاصله داشت، صرفاً مسئله در واقع به فروش رفتن چاپ اول هست و اینکه به داروین اطلاع میدن که در واقع جان موری و اون پابلیشری که در لندن بودن و داروین اطلاع میدن که ویراست شما میخواین وارد چاپ دوم بشیم، اگه ایراداتی هست و اشکالاتی هست میخواین برطرف کنین میتونید برطرف کنین. بعد همین ایرادات تغییرات خیلی جزئی هست که در چاپ دوم رخ میده و زیاد خیلی تکان دهنده نیستن واقعا. ویراست سوم این هیستوریکال اسکچ که در نسخه فعلی آن دی اوریجین غالبا اینطور است که متن در واقع شما ویراست نخست رو دارید با ولی هیستوریکال اسکچی که در ویراست سوم به منشأ گناه افزوده شده رو در قاطبه در نسخه فعلی که ریپرینت هستن شما میبینید. هیستوریکال اسکچ قسمت اعظمش در واقع برمیگرده به اینکه داروین واقعا از برخی افرادی که اصلا خب داروین مشخصا آن دی اوریجین رو این کتابی که تحت عنوان ابسترکت چکیده معرفی کرده و صرفا به خاطر در واقع نامه‌ای بود که از والاس بهش رسیده بود و مقاله‌ای که با والاس چاپ کردن، به این خاطر این کتاب در مدت کوتاهی سرهم شد و داروین اون پروژه اصلیش رو کنار گذاشت. کتاب عجز و تحویلی که قرار بود در خصوص تکامل بنویسه احتمالاً در چند مجلد و اکتفا کرد به این. ولی در هیستوریکال اسکچ عملاً داروین با تجربه در نامه‌نگاری‌هایی که باهاش می‌کنن و افراد مختلفش گوشزد می‌کنن که ایده های تکاملی سابقه پیشتری داره. داروین این در واقع چند صفحه اختصاص میده به هیستوریکال اسکچ و تاریخچه تفکر تکامل. این هیستوریکال اسکچ از برخی جهات جالب هست. در واقع از شروعش که از لامارک هست در واقع فیلسوفی زولوژیک رو داروین بهش میپردازه، ولی قسمت مهمترش چون نظریه لامارک واقعا و یا دیدگاه لامارک چندان سنخیتی نداره با دیدگاه ما تحت عنوان داروینیسم میشناسیم و انتخاب طبیعی درش نقش اساسی رو بازی میکنه. عملا انتخاب طبیعی وجود نداره در لامارک. شخص دیگه ای که در این هیستوریکال اسکچ ازش نام میشه پاتریک متیو هست. پاتریک متیو 1831 اگه اشتباه نکنم مقاله چاپ میکنه که در اون به انتخاب طبیعی پردازه. به شکل جالبی ایده های پاتریک متیو شبیه هست به نظریه که مدلی که داروین داره میده، ولی خب داروین ظاهرا مطلع نبوده به واقع، ولی در هیستوریکال اسکچ مطرح میکنه. چون پاتریک متیو جایی هم که چاپ شده بود تو ژورنال نیوال تیمبر و آربوریکالچر هست، یک ژورنالی بود که واقعا داروین هم اینقدر گمنام بود که داروین واقعا بهش بر نخورده بود. و این ویژگی اصلی راست سوم هست که هیستوریکال اسکچ که این روزها داریم. جالبه ویراست پنجم اولین بار است که سروایوال اف دی فیتست هربرت اسپنسر مطرح میشه به عنوان واژه هم نچرال سلکشن. البته دیدگاه داروین نسبت به اسپنسر هم بسیار جالب است. یکی از مسائلی که خیلی سخت میکنه فهمیدن این که خود داروین حقیقتا چی فکر میکرده درباره افراد مختلف این است که داروین و واقعا بخش اعظم از تغییرات منشأ گناه هم از همین جنس است. داروین به شدت در جامعه فرد محافظه‌کاری بود، ابدا علاقه‌ای نداشت به اینکه درگیر بشه با افراد دیگه و وارد بحث و جدل بشه. یکی از این مثالاش اسپنسر هست، نامه‌های داروین کارسپاندنس که نامه‌های داروین که اکنون در دسترس هستن ستانه با اسپنسر. داروین به شدت اظهار علاقه میکنه به ایده اسپنسر، ولی در نامه‌هایی که به جوزف هوکر که دوست نزدیک داروین بوده داروین شکایت میکنه که اسپنسر یه فردی است که صرفاً برای نانآوری کتاب می‌نویسه و خیلی متفکر شرفندیشی نیست، ولی لااقل این واژه سروایوال اف دی فیتست رو که بقای اصلح
در واقع ترجمه شد فارسی در ویراست پنجم اضافه میشه. خب از این در واقع 6 ویراست برخی تغییرات هستن که وقتی نگاه میکنید به نظر ریزنبل هستن، منطقی هستن. مثلا خود داروین مدعی هست، اذعان میکنه که این ترم نچرال سلکشن، انتخاب طبیعی، واقعا یکم دچار موجب کج فهمی شده. اینکه این طبیعت انتخاب میکنه. یه مسئله خیلی جالبش هست که در ترجمه هایی که از اثر داروین شده، داروین بهش ترجمه آلمانی اثر داروین با مترجم بحثایی به نسبت مفصلی داشته، خصوصا که چه واژه آلمانی رو میشه نچرال سلکشن استفاده کرد به شکلی که در زبان آلمانی دچار کج فهمی نشه خواننده، و چند واژه رو هم پیشنهاد میده و همین خیلی براش مهم بود مسئله که این نچرال سلکشن در واقع بد فهمیده نشه. یک قسمت هایی هست، یک سری تغییرات اینه که تا حدی برمیگرده به اینکه نظر رو داروین تعریف کنه. یک کتابی که من فکر کنم اگه شما 3-4 سال پیش خونده بودم و حقیقتا توصیه میکنم، یه کتابی هست که به شکل مفصل به یک جنبه از ایده های داروین و چگونگی تغییر در واقع بحث در باب این ایده در منشأ گونه ها و حالا آثار دیگه داروین پرداخته. کتاب داروینز دایس که بسیار جالب هست. این کتاب در خصوص مسئله در مورد داروینز دایس زوم میکنه روی مسئله چانس، ایده در وقایع بختانه تصادفی از نظر داروین. و مسئلهش این هست که مثلا قسمت زیادی هست در اوریجین، مثل این تیکه که در واقع این پاراگراف میگه I can see no reason to doubt that an accidental deviation in the size of our body give them a better chance of living and living this. تنوع تصادفی در اندازه شکل موجودات، حالا مثال هایی داره مثلا بهشون امکان میده که شایستگی زیستیشون عملا بیشتر باشه. ولی بعد در ویراست پنجم و ششم واژه اکسیدنتال رو کلان حذف میکنه و عملا از نسخه‌ای که شبیه‌تر هست به نسخه فعلی داروینیسم که مبتنی است بر چانس وریشن، اون تنوعی که واسه تصادف به وجود میاد، میرسه به حالت خیلی لامارکی تر. یه مسئله دیگه هم به بخش مختلفی که داروین تغییر میده و عملا دوباره تا حدی متن رو بدتر میکنه. مثلا وقتی در خصوص نچرال سلکشن حرف میزنیم، در ویراست دوم میگه نچرال سلکشن به بهتر شدن ایمپروومنت موجودات در رابطه با شرایط زیستی و غیر زیستی حیات منجر میشه. و بعد در ویراست سوم میاد واژه ادوانس ان ارگانایزیشن، یعنی شکلی و فرم والاتری رو پیدا میکنه که دوباره یه مقدار دچار بدفهمی میکنه. یک نکته جالبی که من خودم هم حتی بهش بهش فکر نکردم بود که با اینکه توی پاراگراف آخر منشأ گناه ها evolved به صورت فعل میاد، و این noun evolution تنها در ویراست ششم هست که اضافه میشه. بسیار جالب برای من. مسئله در با اون مثالی که از کتاب داروینز دایس زدم در خصوص تغییر در بحث تصادف در متن داروین، یه مسئله است و این هم از یک مقاله بسیار جالب از لیپان هست، هلن لیپان، در واقع بررسی مقایسه‌ای 6 ویرایش منشأ گونه ها انجام شده که چجوری نظریه تغییر میکنه، اینکه تنوع چجوری به وجود میاد و عوامل چجوری هست. یک مشکل اصلی که داروین در واقع وجود داره و باعث میشه که این توصیه عمومی که ویراست نخست خیلی ویراست خوبی هست برای خوندن، این هست که داروین در مقابل انتقادهایی که بهش میشه به شدت واکنش نشون میده و متن رو
دستخوش تغییر میکنه و این میراث‌های مختلف در خصوص این هستن که منشأ وریشن چه هست، منشأ تنوع چه هست و نقش تصادف چه هستن، توانایی انتخاب طبیعی برای تغییر تا چه حد هست. و داروین با تجربه که مدل خیلی مشخص از وریشن نداره، اینکه تنوع زیستی چجوری به وجود میاد و تنوع ژنتیکی چجوری به وجود میاد، تا در واقع زمانی که کتاب وریشن و دامستیکیشن رو چاپ میکنه و اونجا نظریه پانچنوسیسش رو ارائه میده، تا قبل از اون نظریه مشخصی هم نداره. برای همین غالبا هی داره متن رو تغییر میده که به نوعی پاسخ بده به افراد و به انتقادهای مختلف. این طرحی یه مقدار کیفیت استدلال داروین رو کاهش میده و عملاً یک مشکل اصلی که در واقع میشه ایراد اصلی که میشه به داروین گرفت این هست که چون برخلاف گالتون در واقع از عدد و ریاضیات استفاده نمی‌کنه در توضیح مدل تکاملش، و همین غالبا به یک استعاره های زیادی رو معرفی میکنه پشت سر هم و استعاره ها روی هم انباشته میشه و برای اینکه بخواد مفاهیم رو توضیح بده و به انتقاد پاسخ بده عملاً هی دست به دامن این استعاره ها میشه و همین منجر میشه که متن واقعا این مقدار انسجام خودش رو در پاسخ به اون انتقاد ها از دست بده. البته این مسئله خیلی تکان دهنده ای نیست که متنی که در خصوص یک مدل زیستی نوشته شده در 1850 در حالی که 1953 شما ساختار دی ان ای کشف میشه، اون متن یک سری کمبودهایی داشته باشه و داروین برای پاسخ به انتقادها نتونه صرفاً به داده رجوع کنه و بعد در واقع با یا کمرنگ کردن برخی ایده ها و یا افزودن استعاره ها به اونها پاسخ بده. ولی در این حال در نهایت منجر به این میشه که بررسی مقایسه‌ای این متون آدم به اون نتیجه میرسونه که همون ایده همیشگی که شما فقط باید هم ویراسته نخستین آریجین رو بخونید و همون کفایت میکنه، به نظر میاد که پیشنهاد خوبی باشه. ممنون از توجهتون و ممنون از دوباره از جناب مرصدقی که این امیدوارم که حالا این کار ترجمه جدید منشأ گونه ها هم ویراستش به سرانجام برسه که بتونیم به متن دقیق تر از این اثر رو به زبان فارسی داشته باشیم. به ویژه در یکی از مسائلی که خیلی در من سعی کردم تا این ترجمه کم بهبود پیدا کنه این هست که واژگانی که داروین استفاده میکرد مثل monstrosity، مثل sport که همشون معانی خاصی میدادن در اون بستری که داروین بحث میکرده چگونه به فارسی ترجمه بشه، که در این خصوص در این موارد به خصوص از دوستان خودم آقای دکتر عطاری از فرهنگستان زبان ادب فارسی و تشکر کنم، چون خیلی با هم مکالمه میکنم که لیست واژه‌های تاریخی که دیگه در واقع ژنتیک امروزی معنی خاصی ندارن ولی در زمان داروین معنی خاصی داشته باشن به شکل درستی به فارسی برگردونیم تا در متن این ترجمه مقدار کسی که یه دانش اندکی از زیست شناسی و ژنتیک داشته باشه بتونه دقیقاً بفهمه که داروین ایده اصلیش چه بود. ممنون از توجهت. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه آقای پروفسور مارتروس هنوز نیومدن، آنلاین نشدن، میتونیم که سوال داشته باشیم از شما. اگر دوستان میتونن سوال کنن، اگر کسی سوالی داره از آقای دکتر کالیراد میتونه دستش رو بلند کنه، اون علامت سمت راست بالا رو فشار بدید، دستتون پیدا میشه، بعد میتونیم ما میکروفون رو باز میکنیم و شما سوال کنید از آقای کالیراد تا مارتروس آنلاین بشه.
سلام. بفهم. سلام، خسته نباشید. ممنونم. یه سوالی که برای من مطرح است، بیشتر گفته میشه در رابطه با داروین. آیا اعتقاد به حالا دین خاص، چون قبلا کشیش هم بوده، خیلی اصرار دارن که خدا رو قبول نداشته، چون اینا خیلی تفاوت ایجاد میکنه بین نظریاتش. آخر خدا رو قبول داشته یا نداشته؟ این کتاب داروینز دایت در واقع از این نظر بسیار جالب هست، چون داروین چیزی که خودش می‌نویسه، یک نوتبوکی داروین داشته تحت عنوان The Old and Useless Notes که ظاهراً فقط برای خودش بوده، حتی نمی‌خواسته اصلا خانواده‌اش هم ببینن. و تو اون نوت ها داروین به نظر میاد که خیلی در واقع در واقع به اگنوستیسیسم که مطمئنا رسیده بود، در مثلا حتی تصورش از این که فری ویل یا اختیار وجود داشته باشه از دست رفت. یعنی به نظر میاد اعتقاد شخصی خودش خیلی به سمت خیلی به سمت اینکه اعتقاد داشته که تصادف نقش عمده‌ای داره در زندگی پیش رفت. ولی در مکاتباش با کسی مثل لایل و آسا گری خیلی میان روی رو در پیش میگرفت و عملا یه جور دوباره برمیگرده به این که برخلاف کسی مثل هاکسلی، داروین خیلی فرد محافظه کاری در واقع زندگی اجتماعیش بود، برای همین خیلی سخته بود. اگر اینکه ما تصور کنیم که اون اولد اند یوزلس نوتس واقعا اعتقادات واقعی داروین هست، در این صورت خب خیلی به سمت اگنوستیسیسم پیش رفته بود. ولی اینکه مکاتبات عمومیش رو در نظر بگیریم در اون صورت، چون خودش تو اتوبیوگرافیش که میگه من تئیستیک هستم، حتی نظرش اگنوستیسیسم خیلی باشه مناسبی بر توصیفش نیست، ولی تو یاد داشته شخصی ظاهراً به این هم باور نداشت. خیلی سخته، خیلی آدم پرایوتی بود از این نظر. چون اینکه ببخشید استاد، اینکه میگن که به من زمان بدید من خدا رو هضم کنم، این صحت داره یا نه؟ از داروین من این رو از در واقع نشنیده بودم که پابلیک جایی بعید میدونم یعنی مثلا زمان و جایگزین خدا بشه که مثلا اگه باشه تمام این اتفاقا میفته، نیازی به وجود خدا و اینا نیست. این مسئله است. الان شما مکاتبات داروین با لایل رو، چون لایل اعتقاد داره به تکامل ولی به شدت مذهبی هستند، هم لایل هم آسا گری. شما مکاتباشون با داروین ببینید، حقیقتا داروین خیلی با به صورت میان رو هست در این مسائل، لااقل در مکاتباتشون با افرادی که مذهبی هستن تا حدی. سپاسگزارم. خواهش دوستان دیگه اگر سوال دارید میتونید دستتون رو بلند کنید، از اون آیکون بالا سمت راست استفاده کنید، ما میکروفونتون رو باز میکنیم از آقای دکتر سوال کنید. سلام. بفرم. سلام عرض ادب خدمت اساتید گرامی. استاد ببخشید من یه سوال داشتم. اون انتهای درخت تبار زایشی تو اون کلادوگرا، اون انتها که انسان و میمون ها اشتقاق پیدا میکنن، علت تفاوتشون چیه؟ چرا توی زمان نه توی زمان خاص یه دفعه دو تا اشتقاق مختلف به طور موازی پیش اومده؟ حالا چرا یه سری رفتن اون ور، یه سری این طرف انسان، یه سری اون طرف میمون؟ علت اینو من میخواستم. چون الان شما مثلا من همیشه آزمایش رو دارم انجام میدم که شما یه گونه خاص رو، حالا مثلا باکتری رو اگه بذارین توی محیطی که مثلا محیط، چون گونه‌ای که مثلا گونه‌های باکتری که توی آزمایشگاه هستن سالیانه که توی آزمایشگاه کشت میشن و همین محیط آزمایشگاه عادت کرد. حالا من اگه دو تا لاین، دو تا دودمان کافی نیست از آماری، برای صرفا برای
ساده بودنش میگیم که 2 تا لاین مختلف، 2 تا دودمان من درست میکنم از همون گونه باکتریایی که تو آزمایشگاه سال هاست که بوده، یکی رو توی میذارم توی محیط جدید با دمای بالاتر و دودمان قبلی رو تو همون حالت آزمایشگاه نگه میدارم، درسته، تا همون دمای 20 درجه. اینا هر دوتون دارن در طی زمان تکامل پیدا میکنن، ولی اونی که همچنان تو محیط آزمایشگاه هست و هیچ تغییری نکرده فشار انتخابیش همچنان یکسان میمونه، ولی اونی که من بردم تو دمای بالاتر فشار انتخابی جدیدی داره توش تشکیل میشه. بر همین عملا منجر میشه که یک دودمان زیاد تغییر نکنه با اینکه داره همچنان تکامل پیدا میکنه و دودمان دیگه تغییر بکنه، درسته، چون فشار انتخابش کلا متفاوت هست. بر همین اینم به شکل کلی اتفاقا جزئیاتش رو خیلی پیچیده‌تر از این حرف خواهد بود، ولی به صورت کلی میشه اینطور توضیح داد که در یک وقتی فشار انتخابیتون توی دودمان چند دودمان متفاوت هست، در قیاس با دودمان دیگه که فشار انتخابی شبیه حالت نیایی هست، جنس تغییرات متفاوت خواهد در طول زمان یکسان. بله، پس شرایط محیطیشون زمان فرق. بله. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم دکتر.